یک امام و 4 نمازگزار مسجد در ولایت سوغد را مقامات حفظی حقوق با اتهام پیروی از رویه ممنوع سلفیه بازداشت کردند. الهام الدین عبداللایف امام مسجد شهرک چهارخدران شمال خوجند و 4 نمازگزار این مسجد اولهای ماه سپتامبر از جانب مقامات حفظی حقوق به حبس پیشکی گرفته شدند. نرگس بردیه و کاتب رئیس شهرک چهارخدران روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که امام مسجد عبداللایف در شهرک کانسای تخمینا 10 کیلومتری چهارخدران میزیست و برای ادای نماز به مسجد این شهرک می آمد. او افزود همین قدر می داند که مقامات آنها را به پیروی از رویه سلفیه عیبدار کردند. Докато جای کارشان بود دو تا фирма کار میکنن пластиковые окна выпускают. Дигарош هم تو کارهای و ساختمان اشتراک میکنن. یختش رسیرم میبیاد. به گفته خانم بردیه و الهام الدین عبداللایف 42 ساله و 4 نمازگزاری که همراه او بازداشت شده‌اند نیز میان سال بوده تا زمان انجام تفتیش پرونده این افراد در بازداشتگاه رقمی 1 شهر خوجند نگهداری میشوند. تفتیش پرونده را دادستانی گلستان قیرقمی سابق پیش میبرد. یک نفر نزدیک به تفتیش این پرونده از مقامات انتظامی گفت که نسبت به الهام الدین عبداللایف و 4 نمازگزار ساکن شهرک چهارخدران مطابق بند 307 کودکس جنایی دعوت عاموی برای به عمل برآوردن فعالیت اکستریمیستی اتهام پیشنهاد شده است. به گفته مصاحبم الهام الدین عبداللایف ختم کرده دانشگاه اسلامی کویت بوده همراه 4 نمازگزار دیگر عقیده های رویه ممنوع سلفیه را بین نمازگزاران ترغیب میکرد. عبدالسعید امانوف مسئول بخش دین در حکومت ولایت سوغد گفت الهام الدین عبداللایف امام مسجد 5 وقته شهرک چهارخدران بود. او افزود تفتیشاتشان رفتاز اون طرف شکل چی جرمشان بودگی شد مقامات قدرتی نقش میگن همین قدر میدانیم که پیروی کردن از جریان‌های منع کرده شده در تاجیکستان. در همین حال محرم محمودov و مادر اکرم محمودov یکی از بازداشت شده ها روز 11 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که پسرش صاحب 3 فرزند و استای ساختمان است. او نمازخوان است و در مسجد سخنرانی‌های امام را گوش میکرد ولی خودش تحصیل دینی نداشت. خانم محمودov افزود امام همه خیل بوده است برای چی امام میمونه برای که مسجد به اجازت میگن که رفته خوانن نه که هم بود. مقامات دادگاه ولایت سوغد میگویند از سال گذشته تا به حال 10 پرونده علیه ساکنان با اتهام اشتراک در فعالیت حزب و سازمان و اتحادیه های فعالیتشان ممنوع در تاجیکستان بررسی شده ولی هیچ یکی از عیبدار شده ها سفید و از تالار رها کرده نشدند. در حالی که برخی از بازداشت شده ها اتهام علیه خود را بی پایان نامیده گفتند که حتی با خط عربی و عقیده سلفیه آشنا نیستند.